Preview. بچه ما معین می‌نماییم که ما در نزدیکی کدوم عید رو جشن می‌گیریم؟ بله، شناس می‌شویم و مقصد درسی امروز خوانندگان از تاریخ گذشتگان آیین به جنگ بزرگ وطنی و سرود خواندن توانند. موضوع امروزه ما 9 می عید غلبه. اینک معلومات‌های شما رو با نوبت گوش می‌کنیم. جنگ بزرگ وطنی، جنگ عادلانه و آزادی‌خواهانه خلق آزادی و حمایت وطن علیه فاشیسم بود. 22 ایون سال 1941 قواهای مسلح گرمانیا ناگهان به اعلان پیشکی جنگ به اتفاق شوروی هجوم کردند. رمزی بربراسته بود تصدیق نمودند. این نقشه یعنی جنگ برخواستا با مقصدی در مدت کوتاه نیست و نابود کردن ارمیه سوویتی به میان آمد. 22 ایون سال 1941 گرمانیای فاشیستی با قوای زیادی حربی 5.5 میلیون عسکر که 190 دیویزیا را تشکیل می‌دهد به اتحاد شوروی هجوم کرد. سرحد را ویران کرده و خاک اتحاد شوروی زده درآمد. گرمانیای فاشیستی به آن امید داشت که جنگ ناگهانی و برخاستا اتحاد شوروی و پراکنده‌اش و شکست خواهد داد. از اتحاد شوروی بیش از 27 میلیون نفر قربان گردید. از بس که دولت شوروی به جنگ آماده نبود و سرحد غربی مملکت نه چندان مستحکم بود، بنابر آن در مرحله اول جنگ قشرهای اتحاد شوروی تلفات زیاد داده عقب‌نشینی کردند. نوابسته از آمدگی آمریکا بردار علیزاده دارای تکنیک جنگ و مردم شرفمند و با ننگ و ناموس شرفی موثر شد که ظفر یابد. این جنگ برای کل خلقان سنگین‌گردی و تاجیکان نیز در خطرهای دیگر خلقان شوروی متانت و جسارت به‌میز نشان دادند. در قطار خاتمان شرفمند روس اوکراین بلاروس و خاور گروه‌ها تاجیک انجمن‌ترش 53 نفر سوار نیروی عالی قهرمان اتفاق سوویتی گردیدند. اطلاع‌گران ظالمانه هزاران شهر و دیگر را خراب و رزم‌کنان ده‌ها میلیون ساکن آن را قربان نمودند. در نتیجه کشورهای زیادی خراب گشتند و بیش از 50 میلیون نفر قربان و صدها میلیون نفر اهالی مملکت‌هایی که به گرداب جنگ کشیده شدند و محرومیت و عذاب‌های طاقت‌چکان گرفتار گشتند. بزرگ وطنی در سرنوشت تمام خلق‌های اتفاقی سوویتی ابدی گذشت. وقتی سوی در همه سمت‌ها اساسا آمده به جنگ لنینگراد و مسکو و اوکراین کوشش دلگی بغل آن با قربانی زیاد مقابله دشمن استدلال نموده شنیاد فاشیستی مغز شد. در نیروی عید غلبه به اعلام گردیدن انقلاب تاریخ خاص مردم صابر با نشاط و اندوه در بزرگی وطن بیش از 260,000 نفر سالگان تاجیکستان اشتراک نمودند. این نقشه‌یان جنگ برگزیده باشد به مقصد در مدت کوتاه از نابود کردن ارمیه سوویتی را به میان آورد. این دفعه اصلا در جنوب با اشتراک مردم شرف تاجیکستان با تنتنه جشن گرفته می‌شود. این جنگ جهان را به لرزه آورده و فاشیسم اصطلاحگر بایه‌های زبان‌های قدرتی فاشیستی را داشت که در یک مدت کوتاه خریب حفظ نموده واقع شدن یک گفته برای و دهشت قربانی و بازارهای شهر و بهبود پیش نظر می‌آید. انسانیت بارها برای فاجعه و تاریخ گزند عظیم دیده است. دولت شوروی مردم را متحد نموده برای شکست دشمن روان کرد. تاجیکستان چون روز دیوانه‌شونده مشکلات سال‌های جنگ را از سر گذرانده سخت مشکلات در امور فاشیسم کشیده است. باید مستحکم کرده آخرگاه این بحث‌ها علیه صلیب‌خانه علوم رسول
برای استفاده و در و رنجان تمام مردم شوروی به صحبت کرد. هم در رمضان او برای شما از او نبود که زن به آن جان می‌نشد. به مستد شیشی که نصف رفتن بودم بلا بسنم جرات آمایا زکون چوسا باید فاشیست سبینه تبره استال بین تبره سبب اساسی پیروزی در جنگ مثل برادر خلق‌های مختلفی یکدل و یکزبان شوروی بود. شهر و ذهب علت آتش جنگ مبتلا گردیدند. قلم بر دست گیرم که شعر بنویسم زبانی من فکر رسمم و وطن گویم. تاریخ خلق وطن واسطه خوب و تعلیم تربیت نوجوان و جوانان در روحیه گرامی داشت که سلم و صلاح و تندرستی انسان‌پروری و مهر و محبت به وطن کش باشند. این جنگ برای کل خلق‌های دولت شوروی امتحان سنگین گردید. قهرمانان دلاور و جسور محبت زیادی نسبت به خلق و خود داشته اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی برای نسل‌های امروز و فردا مکتب محبت دوستی میباشد. وطن را از یک آهنگش شناسم، زی آوازی نی و چنگش شناسم، دیدن کوه سوارش را به هر جا، من از هر پاره سنگش شناسم. و 50,000 نفر با افتخارنامه میدان مکافاتنامه شدند. در جنگ بزرگ وطن زیاد از 92,000 نفر در میدان‌های نبرد هلاک شدند. 22 سال از آن است که یک قوه‌های مسلط کردند و بخون به ایجاد جنگ شوروی هجوم کردند. برای سیاسی گرمه یشک هجوم را با نام رمزی براسته بود تصدیق نمودند. فرهاد ایمان‌آور دختر سرباز آموزگار عبدالله السلام علیکم و علیکم السلام. افسران عبدالله سرباز محمد چی شده است؟ جان تمام شد با خبر کرده. اینجا چی خبر است؟ چرا شده است؟ جان تمام شد با خبر کرده. سر شکر جنگ تمام شده است. کنی این مکتوب را بخوان. ایمان از آن بود که در وقت جنگ امکانیت خط و خبر کردن نداشتم. مادرها روزهای نزدیک به نزدشان برمیگردم. با سلام پسرم عبدالله جان. شکر من به پسرم عبدالله جان میرسم. خدا جان تبریک میگه پسرم برمیگردد.
نیز چی باشد؟ خاک وطن. خاک وطن از تخت سلیمان خوبتر، خاک وطن از لاله و ریحان بهتر. مقصد درس موزه تعلیم ما از می‌باشد که خوانندگان از تاریخ گذشتگان به جنگ بزرگی وطنی معلومات دادند. اولا هر یک شما اوایل جنگ بزرگی وطنی کمی هم باشد معلومات دادید و قصه‌های شعری خواندید. بخشیده بر روز غلبه شعر و سرود خوانده توانند. اهل سین سرود سراییدید و هر یک شما شعر خوانی نمودید. اینا سپارش در خانه در دفترهای خود اوایل 9 می عید غلبه یعنی عید سفر جمله ها قاید میکنید، شعرها مینویسید و رسم تصویر میکنید. دفترها رو شدید ارزیابی میکنید با گروه یکم ارزیابی میکند. گروه چهارم گروه یکم اشتراکشان در درس امروز فعالیتشان چگونه بود با انگشتانمون برگزاری میکنیم. 10 تشکر. و گروه دوم ارزیابی میکند. گروه یکم اشتراکشان 10 تشکر. و گروه سوم ارزیابی میکند. گروه پنجم اشتراک گروه دوم سوم 10 گذاشته. دوم چند تشکر برای اشتراکتان و فعالیت خوبتان. میبرد در موضوع و درس‌های آینده نیز چنین فعال باشید. مرحمت. تربیوی دقیقی تربیوی دکتر موضوع چی؟ نه بچو در اول درس دوم دفتر تربیوی غیر از تربیوی نفس خوب همش در حالت خوب میشید که همه مکتب بسیار مکتب چی رنگ شما مدام رحمت خیلی نظرات شما بگم شما موضوع تعلیم معلمان برای تشکیل نمودن درس کشو در موضوع 80 سالگی عید غلبه موضوع موردی همه روزمره است. خواننده ها را موزیک دیدید. اگر گفتید استاد همه مؤسسه ها همه آموزگارا همه خواننده را در روحیه همین وطن دوستی وطن پروری اگر هم که تربیت کنید انشاءالله همش خوب میشه برای شما در آینده موفقیت برای کار باقی عمر درازی و برکت. از برای دفع هیتلر تغییرات می‌رویم، ما با میدان از برای حفظ جانان می‌رویم.
سر می شود از گهواره از شیری پاک از پیستان مادر. وطن سر می شود از آن تهواره که ما را ساختن از دستان مادر. عسکر شب زنده‌دار، سرباز هوشیار وطن، صف کشیدن‌های تو مانند دیوار وطن. وطن جان ماست، نکو از همه دور ماست. خونی نو جوان خیش به سوی ظفر می رود پیش پیش. امروز سوار سالان برشه چوار بینی دلیا کمسور اپیات امریبیات همیسترا باتم نظر نیره استاگا پیساله نپرستیم وینی پرستیم ساجون نخ سویتسکیخ دیرین دیته اطوف لیشون نخ پاگیب شخمتیره نسیل نای زگات و فرسویت سریدیمی نفنوک تابو سالات برشه چوار بینی وطن بر جمال و بشانت قسم و پاکی روی روانت قسم و کوه و دشت و به دامان ما و مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه از دلم را به پایت کنم قسم 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 برآمد قسم ای وطن وطن نامی تو دنیای منت گله هایت سری بالای منت در بهیم زن ندی هم جان و تنت نمکت زهر شود در بدنم از یک آهنگش شناسم زی آوازی نی و چنگش شناسم دیدنی کوهسارش را به هر جا من از هر پاره سنگش شناسم بخش ما و وطن جان ما نکو از همه دوران ما برای وطن جان فدا میکنیم وطن هرچی گوید ادا میکنیم دست بارانی است دلم میل وطن دارد مثال مرغ آسمانی است دلم میل چمن دارد در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت حق خود را از دهان شیر می باید گرفت در سینه ام با این بزرگی و مانند دلم هوا گرفته زیرا چون رنگ سرخ از دل من و صحرا راه نو دریا گرفته وطن در سینه‌ام با این بزرگی و مانند دل نوا گرفته که گویا چون رنگ خون از ته دل من و صحرا راه نو دریا گرفته مکانی جاودانی ما وطن مکانی جاودانی ما وطن حیاتی نورفشانی ما وطن زمینی پاکی هم نجادی ما وطن هوای و نان و آبی ما وطن Это был праздник бумаги, и забыть это нам не знали. В герои стран вы вспомните, что шило в бой нажали себя. وطن وجدان وطن بخت است وطن بالی وطن رخت است وطن دولت وطن سولت وطن بالی وطن رخت است Над могилой в тихом парке расцвели тепланьята. Вечно тут огонь горит, тут солдат советский спит. Это светлый день победы, вся огромная страна говорит спасибо дедам, ведь ушла от нас война.